میخواستم در موضوع داغ روز صحبت کنم که این هم چی است؟ نرخ‌ها را صنعی بلند میبردارند پیش از عید و در ماه مبارک رمضان. بر خداوند قسم باعثی شرم و دیگر نمیدونم چی بگم. هر دولتی بیرونی که شما میروید ببینید در ماه رمضان، مخصوصا در اروپا و دولت‌های عربی، همه تخفیف میدهند، اما متاسفانه در خودمون نمیدونم سبب چی است که به جای تخفیف شود باز قیمت‌تر می شود، سوء استفاده می شود از نیاز مردم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند تاجری که صادق است، امین است در مال مردم، مع الانبیاء و الشهداء و الصالحین، با پیامبران و نیکان و ابرار حشر می شود، با شهیدان حشر می شود. شما میدونید که تاجری که صادق است و دلش می سوزد بر مسلمانان و هموطنان خودش دلش می سوزد، چقدر مرتبه زیادی دارد که با پیامبران و شهیدان و صالحین و ابرار در روز قیامت میخیزد. پس از تاجرانی باشید که خداوند جل و علا آنها را با پیامبران و شهیدان و صالحین ابرار حشر میکند. به خاطر خداوند جل و علا اگر انصاف کردی و 10 سومان گذشتی و تخفیف کردی، خداوند جل و علا در این رمضان از 70 تا 700 والله یضاعف لمن یشاء، و خداوند بخواهد به هر کسی زیادتر از این میدهد. انصاف کنیم برادران عزیزم، تخفیف کنیم برای مسلمانان خود، برای هموطنان خود، برای برادران و خواهران خود آسانی بیاریم. پیامبر محبوبمون برای آنانی که مال را نگاه می‌دارند و در وقتی که مردم نیاز دارد به آن میبرند و قیمت میفروشند، وعده عذاب آخرت داده است. من از تجربه خودم تخمینا 4 سال پیش یک انسانی را میشناسم که در این مسجد می اومد و میرفت. بعد از عید رمضان او را دیدم که بسیار لوچیده و بسیار غم زده است. وقتی پرسیدم که سبب چی است؟ عید است، همه خرسندی دارند و تو لوچیده و سرت خم، و سبب چی است؟ بیماری داری؟ گفت که یک میوه را 3 سومان خریدم، کیلوش را من کردم و در ماه مبارک رمضان و در ایام عید آن را به 35 سومان به مردم فروختم. نه 1 برابر نه 2 برابر. ببینید این بی‌انصافی را. هر 1 کیلویش را 3 سومان خریدم و به 35 سومان فروختم. در حقیقت جمع آوردم، اما ببینید نتیجهش چه شد. گفت در همین روزهای عید هم مادرم بیمار است، هم همسرم بیمار است، هم فرزندم بیمار است. چنان به بیمارخانه و چنان تشویش شدم، از این بیمارخانه به آن بیمارخانه، از این پیش طبیب به آن پیش طبیب، که به خدا قسم تمامی همون مالی که جمع آورده بودم همش از بین رفت و زیادی از خود صرف کردم. حس کردم چشمهایش پر از اشک شد. گفت بر خداوند قسم حس کردم که یک بی‌برکتی بالای من آمد. وقتی به بندگان خداوند رحم نکردی، خداوند هم به تو رحم نمیکند. الراحمون یرحمهم، آنان که رحم میکنند به بندگان خداوند، خداوند جل و علا به آنها رحم میکند، به آنها برکت میدهد، به آنها سعادت میدهد، به آنها کامیابی میدهد. خداوند جل و علا در این حالتهای اجابت دعا و در این روز مخصوص و در این ماه مخصوص، خداوند جل و علا همه عبادت‌های ما و شما را قبول گرداند. خداوند جل و علا تمام ختم‌های قرآن را که در تمام مسجدها شد و خصوصا برادری بکی بهروز 2 ختمی از قرآن کردند و خواستند که دست جمعانه ببخشیم و دعا کنیم. پروردگار این همه ختم‌های کرده شده را به درگاه بی نیازت قبول بفرما و پروردگار بخشیم بر روح پرفتوح حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، خانواده و اصحابش. پروردگار با نور قرآن، با برکت قرآن دلهای ما، فرزندان ما، ایمان ما، پروردگار کشور ما و تمام امت اسلامی را هدایت و زیبا و با برکت بگردان. پروردگار تمام گذشتگان ما را از ما شاد بدار. پروردگار به سبب این ختم قرآن
پروردگار قبرهای گذشتگان همه ما را با نور قرآن منور و با برکت بگردان. پروردگار تمام بیمارانمان را شفای کامل و عاجل نصیب بگردان. پروردگار در این حالتهای اجابت دعا آنانی که در کشورشان ظلم و ستم و خونریزی و بی انصافی است، پروردگار همه آنان را در وطن آنها صلح و ثبات و امنیت نصیب بگردان. پروردگار مجروحانشان را شفای کامل و عاجل نصیب بگردان. گذشته هانشان را پروردگار رحمت و مغفرت بگردان. پروردگار قلب‌های ما، فرزندان ما، کشور ما، امت اسلامی را با نور قرآن زیبا و با برکت بگردان. پروردگار دعاهای ما را اجابت بفرما. پروردگار ما را در تربیت فرزندانمان کامیاب و موفق بگردان. پروردگار خوشنودی و راضیگی و دعای نیک پدر و مادرانمان را برای ما نصیب بگردان. پروردگار ما را در حالی از ماه مبارک رمضان بیرون که ما را رحمت کرده باشی و به مغفرت خود گرفته باشی و همه ما را از آتش جهنم رهانیده باشی. پروردگار از نام همه ما به حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم درود و صلوات و برکات زیادی برسان و پروردگار شفاعتش را نصیب ما بگردان. پروردگار این باران ها را سبب رحمت و برکت برای تمام این وطنمون و تمام مسلمانان پروردگار رحمت و برکت بگردان و ما را عاقبت به خیر بگردان و ما را لحظه های بگیر که در زبان ما کلمه شهادت باشد یا عمل صالح انجام داده باشیم که تو از ما خوشنود باشی. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم.